اما بچه‌ای که در کشور فرانسه در بزرگایی گیر آمده بود وطندارا از زبان مسعود رستمی بشنویم بعد از اون یک چند کلمه گپ جدید دارم براتون. تجاوز این بچه 19 ساله بالای بز در فرانسه. این بچه 19 ساله افغان در کدام شهر فرانسه میره بالای بز تجاوز میکنه. صاحبش حیران میمونه که پای بزش چرا قید است، چرا پای بزش بند است. این کامera می داشته باشه و چک میکنم تصویرت میبینه ها این بچه آمده سر بز از این تجاوز کرده. یه نوطندارا خبر از زبان مسعود رستمی شنیدیم که این بچه در کشور فرانسه در بزرگایی گیری میآید. دیگه وطندارا خبر جدید نمیست که این بچه را پلیسا برده بود دیر دادگاهی کرده بود بعد از او انال 3 سال قید از برآمده 45 هزار یورو جریمه شده. او بچه تو چی روی میکاره کردی؟ او قرآن در کمرت نزنه. اول دقل که می بزرگایی کرده بودی چرا پای بوزم تو بسته میموندی؟ اما را دقل وز میگیری باز خیر است صبح که برگشت میامدی پس بسیش میکردی. تو گرفتیار خودت ناقد میگیر دادی. تو چی به عقل آدم بودی؟ کارت میکردی باز پای بوزم تو بسته میموندی خودت میرفتی. صاحب بوز میام سعی میکرد که پای بوزیم بسته و بداره. ایری که بسته کرده کامera رو چک کرده که بزرگای درجه 1 بیادر هر شب می بوز زیر میگاید. چی یک آدمی بودی تو با قرآن؟ یعنی درجه 1 بزرگای